کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی خبر داد که روزهای 21-22 مارس سال 2024 یعنی در روزهای اساسی عید نوروز در قلمرو ناحیه‌های تابع مرکز ولایت ختلان و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باریدن باران‌های شدید پیش بینی کرده شده. حرارت هوا در ناحیه‌های کوهستانی جمهوری 7-9 درجه پایین‌تر خواهد فرآمد. در ناحیه‌های کوهستان و کوهدامن تابع مرکز و ولایت ختلان در این روزها خطر فرو ریختن سیل‌ها نیز زیاد بوده. از 19 تا 23 مارس در ناحیه‌های کوهستان و کوهدامن تابع مرکز، راه‌های دوشنبه خوجند چناق و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر بلند فرو ریختن ترمه‌ها باقی میماند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به این دلیل از ساکنان خواسته است که تمام چاره‌های بی‌خطری را رعایت کرده در این روزها از رفتن به مناطق خطرناک کوهستان برای جمع‌آوری گیاها و هیزم، همچنین از شکار ماهیداری و چارواچرانی در کوهستان و کوهدامن خودداری کنند. از اهالی همچنین خواسته شده است که به خاطر پیشگیری از عاقبت‌های سیل، جوی‌های سیل پرتا را از پرتو و خس و خاشاک تازه کنند. شهرداری دوشنبه خبر داد که از بس که بنا به پیشبینی هواشناسان روزهای 21 و 22 مارس در پایتخت هوای تغییریابنده و باریدن باران شدید در نظر داشته شده است، شهرداری زمان برگزاری چهاربینی‌های نوروزی را کمی عقب می‌اندازد. به این ترتیب برنامه‌های فرهنگی نوروزی ناحیه پایتخت صحنه 23 مارس در باغ فرهنگی فراغتی شهر و کرنوال نوروزی صحنه 24 مارس در نیمه دوم روز در میدان استقلال در مرکز شهر دوشنبه برگزار می‌گردد.